ماه برکت زی آسمان می آید، صوتی خوش قرآن و اذان می آید. تبریک به مؤمن عاشق پیشه، تبریک بهار رمضان می آید. درود به شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم عزیز تاجیکستان، تاجیکان بیرون از وطن، شما را پیش از همه از فرصتی مناسب استفاده برده از با آمدی ماه شریف رمضان شما را از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگویم، خوش آمدید میگویم. پیش از همه اولا در هر کجایی که باشد مردم تاجیک، در خواه در وطن خواه در غریبی، در حفظ امانت پروردگار باشد. خداوند مردم تاجیک را در هر کجایی که باشند خانهشون پر از گندم باشد، سری و پوری باشد. در همین ماه شریف رمضان خداوند دعا گوییم که همیشه مردم ما را در راهی راست هدایت کند، سربلند باشند، خانه هاشون آباد باشند، که این ماهی رحمت و مغفرت است، ماهی دعا است، ماهی است که دری بهشت گشاده است. با پروردگاری ما همه دعاهای ما گفتی چی گشاده است که خداوند راست انشاءالله به درگاهش قبول میکند و ما گفتگو میکنیم در این ماه. برای همین دعاگو باشید. در ماه شریف رمضان بخشش گناه ها است، یکدیگر را ببخشید، کینه و کدورت را از دلتان دور کنید، با گپ های مردم، با سخن های مردمی که در حق شما خبر میبرند خبر میبرند گوش ندهید. خداوند مردم تفریقه انداز و منافق را لعنت خوانده است و همین خاطر پیش از همه از نام خودم میگویم که اگر با کدام مردم کدام خواه بشناسد خود نشناسد، ما اگر از نام ما یگان چی شنیده باشد، از تمام قلبم بخشش میپرسم، از تمام قلبم، که انشاءالله با یگان کس بدی هم نداریم، هم وقت دعای نیک میکنیم. اگر در غضب چی هم که گفته باشیم باز هم یک بار دیگر عذر میپرسیم. خدا نگهبانتان باشد برادران عزیز، هر جایی که باشید، در خواه در وطن خواه در غریبی، در حق ما دعاگو باشید. خداوند در تمام روی زمین صلح و ثبات در همین ماه شریف رمضان دعاگو باشید که برپا نماید. خلاصه در کانال ما ابونه شوید که صفی ما زیاد شود، آنلاینی صحبت کنیم، با یکدیگر رو بینیم، صحبت های خوب گذرانیم، در فکر یکدیگر باشیم در هر کجایی که باشیم. خداوند دعاگوی ما و شما باشد. خدا حافظ. خداوند نگهبانتان باشد. تاجیکستان و پیش. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.